امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان با رفت کارهای ساختمانی در مسجد مرکزی جامع شهر دوشنبه از نزدیک شناس شد. مسجد جامع با مبلغ‌گذاری جانب دولت قطر بنیاد می‌گردد. خاطررسان باید نمود که سنگ نخستین برای ساختمان این مسجد از جانب سرور دولت امومالی رحمان ماه اکتبر سال 2009 در روزهای تجلیل 1310 سالگی امام اعظم و سال بزرگداشت اساسگزار و پیشوای مذهب تحملگرای حنفی گذاشته شده بود. لایحه آن از جانب متخصصان ورزیده ساحه از تاجیکستان و قطر بعد آموزش و تحقیق و تدقیق آماده گردیده است. طبق لایحه که با نظرداشت عنصرهای باستانی و معاصر صنعت معماری تاجیکی و جهانی آماده گردیده است، مسجد از 4 مناره بلندیش 75 متر و گنبد 47 متر عبارت خواهد بود. این مسجد بزرگ در میدان 7.5 گکتار زمین جایگیر شده، عبارت از بنای موضع‌های نمازخانه، کتابخانه، آثارخانه، تالارهای مجلسی و قبول مهمانان برای ملاقات و گفت و شنیدها خواهد بود. کارهای ساختمان و وصلگری از جانب شرکت‌های وطنی پودرچی اساسی جمعیت سهامی گشاده استس انشاءات و جمعیت سهامی گشاده سامان تجهیزات انجام یافته. در دوره بنیاد مسجد بیش از 700 نفر بیناکار محلی با کار و معاش خوب تامین می‌باشند. ضمن شناسایی با رفت کارهای ساختمانی پرزیدنت کشور امومالی رحمان دستور داد که کارهای ساختمان و آرایش در سطح معیارهای جهانی انجام داده شوند. سرور دولت با نظرداشت انجام کارهای جوابگو به طلبات معیارهای معماری خاص مرکزهای اسلامی دستور داد که کارگران برای اجرای با صفت کارها تلاش ورزند و سال 2018 این انشاءات را به استفاده دهند. به اندیشه پرزیدنت مملکت این مسجد که با طرحی در آسیای مرکزی نادر بنیاد می‌گردد باید 100 سالها به نسل آینده خدمت رساند. به سرور دولت امومالی رحمان اطلاع دادند که عین حال نزدیک 50% حجم کارهای ساختمانی اجرا شده است. اطراف مسجد با مناره‌های با حشمت، ستون‌های زیبا و منقش و مصور و بسیار عنصرهای دیگر فرهنگی آرا داده می شود. در وقت تهیه لایحه بنیاد مسجد مرکزی جامع شهر دوشنبه، معماران و ساختمانچیان پیشنهاد و طلب‌های سرور دولت امومالی رحمان را به نوبت گرفتند. همچنین قابل تاکید است که با مسئولیت‌های مشخص و ذوق بلند زیبایی پرستی پرزیدنت مملکت امومالی رحمان در لایحه ساختمان این انشاءات بزرگ اکثرا طرز و اصول‌های معماری باستانی تاجیکی، نقش و نگار دیوارها، گنبدها، ستونها و تمام آرایشات داخل و اطراف مسجد به اعتبار گرفته شده است. عموما این نه تنها یک مسجد بلکه یک مرکز بزرگ فرهنگ و تاریخ اسلامی خواهد بود و تالارهای آن طوری بنیاد می‌یابند که در آنها تمام نمود چهاربینی‌های علمی و فرهنگی، سمینار و کنفرانس و همایش‌های سطح و زینه‌های گوناگون گذرانده می‌شوند. پرزیدنت مملکت امومالی رحمان بعد شناسایی پرره با رفت کارها بار دیگر با متخصصان برای وسعت کارهای ساختمان و آرایشی با صفت بنا و به طلبات معیارهای جهانی مطابق کردن آن دستور و هدایت‌های مشخص داد.